سیکو شیرن کازرون به حضرت عباس. عزیزان درود بر شما. اول از همه کریسمستون مبارک. امیدوارم که همتون دلتون خوش باشه. کازرونی های عزیز، استان فارسی های مهربون و ایرانی های خوبمون، هر جایی کره خاکی که میخواین باشین. من چه ما یه سلام که میکنم دیگه کلن میگم. بعدم آقا این شیرن کازرون که ما میگم ببخشیدا، چند تا شهر ایرون این همه شیر سنگی توش اشتنه. مثلا ما بگم چه بگم شیرن مثلا، خب بعد یه مشت شیرای سنگی تو شهر تو باشه که بگم شیرن کازرون. بعدم بعد یه تکون خود تو داده باشین، انگلیسی ها رو گردشو کرده باشین، با تیپا از کشور خارج شو کرده باشین که ما هم میگیم خب شیرن. ما خب الکی نمیگیم شیرن کازرون. شما الان نگاه کنید 2-3 روز گذشته تو کازرون چه اتفاقی افتاده. از کی دارن یادبود میکنن، مجلس یادبود دارن و بزرگان شهر همه اونجا هستن. ناصر دیوان خب این کار دیگه یه حسه. خب اینا شیرمرد بودن، دلیر بودن، دل شیر تو دلشو بیده که میرن اون موقع با ابرقدرت دنیا انگلیس شاخ به شاخ میشن. تاریخ خود دیگه دروغ نمیگه. تاریخ خود دیگه دروغ نمیگه. مثلا خب دمشون گرم، جرأت میخواسته، دل شیر میخواسته بری با تفنگ برنو کوتاه با تفنگ برنو بلند جلو مسلسل انگلیس با توپ و تانک، توپایی که انگلیسی ها داشتن، مسلسلی که داشتن، تفنگای مشقی به اصطلاح رگبارزنی که اونها داشتن. دل شیر میخواد تا بری جلو همچی کسی وایسی، بعد نابودشو هم بکنی، بعد کشورم از دستشو بگیری. موقعی که ما میگم شیرن کازرون الکی نمیگم شیرن کازرون. کازرون همیشه توی چیا جلوی دور زمونه فرق نکرده. دیگه حالی میکنه دیگه نگیم بعضی ها یا تا سیچه فقط میگی شیرن کازرون. آقا بیو اما بگو یه کار شیردلی شما انجام داده تمام. بگم مثلا شیرن محله اکس و ایگرک، یه کاری که تو سطح شکست انگلیس باشه تو بیو اما بگو. اما نگفتم هرچی بخوای بگو. یا نه؟ خلاص جف دوست آمریکاییم اومده، دوست 40 سالم و الان رفته پیاده روی و یه کازرونی های عزیز مهمان مهربانمون که چند مدت پیش هم اومده بودن مهمانمون شده بودن از آریزونا دارن میان. میگه ناصر لشکر شیرمرد بزرگ کازرون 100% و همراهانش در نیرویی که بین انگلیس و او شکل گرفته پیروز شد. بله. بعدم دوستای عزیزمون از آریزونا دارن میان، مهمانای مهربانمون و خیلی هم خوشحالیم که دارن تشریف میارن. سیشو هم خورش سبزی کازرونی درست کرده همه. ایشالله که بیان و پیران. هی چتن همون صدام چتن هوی چتن یاقی سیشه هیچ که نیست نترس. والا مثل که مهمون هم اومدن اینجا که معلومه. باید برم در باز بکنم بچه ها با اجازه. ما مهمون همون سی فندق دیده، مهمون دیده دلش خوشن. سی چه میکنه فندق سی محلمون نمیله. سی چه عشق میکنه که مهمون اومده. فندق چتن خودت کشتی. خلاصه دوستامون مهمونامون عزیزانمون از راه دور اومدن، بریم درسش رو باز کنیم. کیو بگویم یو
اومدن بودو سلام حال شما چه خبر؟ حاضر هستین ها؟ سلام علیکم سلام بسکت خانم چطوری؟ بسکت خوش آمدید ببرم این تو بچه وای سی زحمتش اینه برا با خدا سید کن بیا این تو دل به دل را داره دل آره هم ایران شب در میاد هم آریزونا ها واقعا شرمنده کردیم ما رو نگاه کن و این سیکه این قچی آمده دستتو در نکنه قربونت تو برو وای چه عکس قشنگیه براش بگم یا خودت یه روز بستر کاری کم دور اومد خیلی چقدر زیبا لعیبی ما سلام ما نگشتم بیام شما اومدیم سید دارا با خدا چه زحمتی کشتن تابلوی همه خوصیچه ای که سیدا قزرونی هم هست که جای میده دست خالی نمید بفرمایید دارا با خدا خوش آمدیم آقا با اجازت ما مهمونا اومدن خیلی هم خوشحالم دیدارتون شیران قزرون مرز عباس خداحافظ